اول اینکه استاد عبدالحمید صمد با جشن مبارکی عجایب شاهکارهای عجایب ما در اون کتاب‌های و از همه نشانه اساسی انگیزنده درست‌ترین شعر جمهور بلند اومد وقتی بگویید تمام بخش‌های هنر و علم فرا می‌گیرد. اون شاعرها میرفتن گل میپوشیدن شاعرانه بودن میدونی برای من آدمی که شاعرانه زندگی میکند از شاعر خوب بهتر است بزرگترین سخنورا رو با ما داده است و ما رو قدر دوست داشته است که با همون زبان همون سخنورا رو میخونیم نه که شعر زمان در کار شعر زمان یعنی زمانی که من شما زندگی میکنیم همه شعر میداد اما هیچ کس شعر نمی‌گفت. همین افتخار بیجا از بزرگامون منو کشته است من میخوام بگم که افتخار خالی مثل هم یک پفک است که دمش میکنه خود میکفه همین رادیو رو که باز کردی یک چی اولایی میگن اولی یک کس وقتی که بیمار میشه پیش مردن هر چی میگه من خیال میکنم که شعر امروزه مخصوصا همین در همین دایره ما شعر اولایی است من میخوام بگم که اوه وقتی که با همین زبان تو قیصر رو میخونی مولانا رو میخونی رودکی رو میخونی شاملو رو میخونی چه خیلی میتونی خیلی شعر بد بنویسی با من هم مثال میزنم از خود رودکی شما هم چه خواننده خود من هم چه خواننده امروز حساب میکنم میپرسم که چی شده است که ما به امروز رسیدیم ما شعر زمان نگیم شعر زندگی نگیم شعر عادی ترین چی شده است که ما با امروز شعر با امروز رسیدیم کسی گفته است که در وجودش حاضر یگون کس من از همون روزی که اصلا قشلاق آمدم قبولم نکرده است یگون کس برای چی میگم چرا کرتای تاجیکی نمیپوشه کرتای تاجیکی من تو حاضر نمیدونم چه خیلی کرتا این حاضر ما لباس ملی در وای کارسادین مثلا زمستون چیکار میکنیم خیلی تابستون اطلس میپوشیم میمرم خونه که دقت و لباس اطلس زمستون شعر با قله‌های بسیار بلند برداشتن کار حاضر نیست شاعر پیش از همه باید آزاد باشد روحاً آزاد باشد مملکت یتیم پرور استعداد پرور بود از تگ زمین استعداد کشیده میبرود بعد اگر استعداد اگر قلقای بد کند یا که مثلا به مقابل بعد اورم خوشه میکن موضوع نوبتی مفید رو شما یگون سوی نو پیشنهاد کنید ما قدرت نو گفتن نداریم ما آنچه که گفتیم خودمون همون نگاه داریم تا آخر عمرمون این خودش وقت است شما ده سلامت باشید اون چای نو بزرگ مهرو اونی مایم شد عبدالحمید اونجا رفتیم چای بنوشیم یگون سوال دیگه نداره سلامت